داستان کوتاه سوزی زخم‌های شکفته به قلم شاه منصور شاه مرزا. خیزید، نه فریاد میکنن باز عرابه پر شد. بچه ها در اون سرمای قهرتون عذاب کشند و شما خاکروبه در خانه مردم را جمع کنید. میگفت زن که خم شده جاروبی دستش با سیم زرحلین بسته شده را به شدت میتکاند و برگ‌های پژمرده انگور را از زیر کت چوبی روی حولی جمع میکرد. بری جامعش زمین را میرفت. صدای زجرآور خشخش جاروب نگذاشت شوهر روی کت بخوابد. منت مثل زنگ آهن خیر را از من میبرد. شکر کن که کوچه تازه شد، گفت دلاور که با پشت انگشت‌های دست مگس‌های سیاه را از روی ابروان پیوسته‌اش میپراند. طاقیش را به سر گذاشت و از جا بلند شد. همسالانشان همه ماشین سوار، اینها از چی کم دارن؟ چه خیلی دلتون شد با پولی با نوک سوزن جمع کردهشان تراکتور خریده؟ گفت زن و با عصبانیت خاکروبه ها را روی خاکپرتا برداشت. رفت و روبت را دان. دیدی که زخم بیدرمان به سرما تاب نآورد و نگذاشت همراهیشان کنم. دلم برای نبیره ها می سوزد، گفت مرد و با احتیاط تمام پایتابه را روی جرابش پیچاند. با انگشتان دست از دو گوشه موزه چرمی داشت و لب باریکی پایانش را زیر دندان گذاشته آن را به پا کشید. دو بچه را نمیتوانید زن دهید و همین نبیره ها را میخورید؟ هر روز کارتان همین. بینید یک کس رحمت خدایی نگفتتان. بیا دهنم را نخورم. همین ها از کدام کار خوب و پیشرفتت خوشحال می شود. اگر ثنا و تعریف اینها برایم مهم می بود کارهای دیگر می کردم. عجایب گپ ها می زنی. در این زمانه چشم انتظار نفع و سودی کسی نباش. همین که ضررت نرسانن کلاهت را به آسمان پرتا. بهترین آدم کسی است که به تو ضرر نرساند. فقط منتظرند یک اشتباه، یک خطا کنی و آن نقل محفلشان شود. باز هم میگویمت اگر با سرگین گاف هم زنندت ناراحت نشو و هیکلت را از طلا هم گذارن خوشحال نباش. نیتت خالص باشه یک روز حتما میدرخشی. خدا رو مانده از بندگانش منتظر پاداش باشم. صدای تراکتور که بیرون دروازه روشن شده بود نگذاشت دلاور جمله آخرین زنش را بشنود. سه خانه آن طرفتر رفت و پایه یدکش را برداشت و به حلقه تراکتور پیوست کرد. به کابین نشست و گردنی درازش را برگردان و از پشت شیشه به توده خاکروبه های روی عرابه نگاه کرد. حلقه سیاه و مارپیچ گرد خودش می چرخید و به بالا می خزید. آتش سوزان زیر خاکستر را در پشت دل پایهایش احساس کرد و بر روی پوستش مرغک دمید. مویهای سیاه و سفید دستان گندمگونش سیخ شدند. یک لحظه حس کرد قلبش به گلو آمد و راه نفسش را گرفت و لرزه کوتاه تمام بدنش را تکان داد. گمانش آن حادثه همین حالا اتفاق افتاد. دو سه کوچه که بالاتر آمد دید نزد بعضی خانه ها توده های پرتاب خوابیده اند و چند مرغ با نول و پنجه درونشان را میکوبند و به اطراف پخش میکنند. توقف کرد و نظر انداخت. زبانه آتش همراه با شعله کوچک از توده خاکستر بیرون می آید و باد آن را به جنبش می آورد. پایین شد و صدا زد که کسی از خانه بیرون نآمد. یک سبب سوختار در محله همین است، گذراند به دلش. بانکه لب پریده را که روی کاغذش عکس بادرینگ داشت گرفت و
از آب چرکین جویبار پر کرد و 2-3 بار بالای آتش ریخت. جزس کرد و فواره دود بیرون آمد. چشمانش راه انداختند. دقیقاً از همین نوع آتش بود، به صدا و ناعیان و فریبنده که از خودش درک نمی دهد. گاه فتنه هم نامشهود و مخفی سر می زند و همه را غافلگیر می کند. از یک جای یا کسی که اصلا فکرش را نداری و پا می خیزد. بظاهر به آزار و خوشنیت است، ولی تمام فتنه ها از زیر پایش سر می زنند. یک آه وزنین کشید و پشت فرمان نشست. از کوچه قیرپوش گذشت و با راه خاکی وارد زمینی پخته شد که غوزه پایه هایش چیده و جا جا ریشه های خشک علف نمایان بودند. 20 عرابه دیگر اینجا هم تمام می شود، گفت با خود. دو زد و فشنگ را برداشت که خاکروبه و پاروها به زمین قهوه‌ای ریختند و گرد و غبار به هوا برخاست. با 5 شاخه‌ای که در پشت تراکتور جایگیر بود، پاروها را پاش و چاش داد. هر چی داشت: سرگین گاو، بیتان شکسته، خاکستر، قطی نوشابه، کفش کهنه، چرخ فرسوده ماشین، استخوان، ستیل سوراخ و چیزهای دیگر. معلوم که آهنخرهای شهری خوب کار کردند. یک دانه میخ و سیم هم پیدا نمی کنی. در کجای خوانده بود بازیافت‌های پلاستیکی پیشی پا افتاده زیر خاک یا بیرون از آن 100 سال باقی می ماندند. فرش برقی سرگین دام را از روزگار بیرون می کند، گفت با خود. بازیافت‌های پلاستیکی را در خلطه ها انداخت و دهانشان را بست و به بالای عرابه پرداخت. با نوک موزه ها درون خاکسترها را کافت. همش از غوزه پایه و هیزم، انگیش سنگ های نیمه سوخته به سویش چشمک می زدند. چشمش را گریزاند و پایش را زود کنار کشید و سوار تراکتور شد و از پی چرخها به خانه برگشت. در ذهنش اندیشه می گشت، اما اون نمی توانست آن را قالب دهد تا درکش کند. سالهای قحطی، جنگ و آشوب، لاعلاجی، یک پریشان حالی ناگفتنی گذشتند و پایهای سوخته او ماندند. کدام مقال مردمی را به یاد می آورد، اما عقلش نمی گرفت چگونه آنها را وصل کند. گذشت تلخی، غم، فراموشی، نه این نبود. خاطره ها هرگز زدوده نمی شوند. مثال سایه همه جا همراهت هستند. دست افشاند، مهم نیست. خلطه ها را در گوشه حولی تخت کرد که یک طرف را پر نموده بودند. عرابه را برد و در کنار کوچه گذاشت. چند هفته بحث میان زن و شوهر افج گرفته بود. زن از روزی که شوهر تراکتور و عرابه را آورد از خانه بیرون نمی رفت. می گفت از همسایه ها شرم می دارد. پسر همسایه کارخانه را در شهر گپ زنان کرده بود که بازیافت های پلاستیکی قبول می کرد. کافته کافته آن را در حاشیه شهر یافت. وقتی تراکتور را در نزد دروازه قرار داد، جوانی که از ماشین پیاده شد: شما زنگ زده بودید هم؟ بیایید، گفت و به نگهبان اشاره کرد که دروازه را گشاید. تراکتور را به داخل کارخانه برد که صحنش پر از زباله های پلاستیکی بود. 4-5 جوان بار را در ترازو برکشیدند و خلطه های خالی را به او برگرداندند. این کارخانه زباله های پلاستیکی را آب می کرد و از آنها شیشه های رنگی، قطی، آفتابه، دمپایی، خلطه های سیاه، تشت، گلدان و غیره می ساخت. مرد جوانی که او را در نزد درآمدگاه پیشواز گرفت، همراهش به انبار رفت و به او 2 خلطه صابون و خاکه لباسشویی داد و هر دو به دفتر رئیس کارخانه رفتند. رئیس عینک در چشمان پشت میز می نشست و کاغذهای پیشش را مرور می کرد. ما شما را تنها نمی گذاریم. با عرابه تامین می کنیم. فقط جمع و غن کردن به کله شما.
پلاستیک دیگر مواد دور انداختنی نیست، این گنج است. ما نفت نداریم ولی یک گوشه روزگارمان آباد می شود، گفت و 2 نسخه شرطنامه را پیشش گذاشت و خودنویس را به دستش داد. دست و پا خورد، شرطنامه را خواند و فهمید کار جدی است. رئیس کاغذهای امضا شده را گرفت و نسخه ای را به دست دلاور داد و افزود: ناحیه شما برای پرورش نهال و گل مساعد. این دانه و نهال ها هدیه از من، برید و کارید. فقط گیلاس ها را تنها نخورید، گفت و دهانش این شد و مویلب سیاه همراه لبان قفسش به 2 طرف رویش غیجید. به صحن کارخانه رفتند. رئیس گفت تراکتورش را به نزد دستگاه بیارد که خردتر از عرابه بود و 4 تا چرخ داشت. خودش پایه آن را برداشت و به عرابه تراکتور پیوست کرد. این دستگاه فشار است. قطی و پلاستیک ها را درون مخزن آن انداخته تگمه‌اش را فشار می دهید. آنها را مثل ورق کتاب فشرده بسته‌بندی می کند که جای کمتر را می گیرند. دلاور بیگاه به خانه رسید. زن که هنوز چشمش به دستگاه نافتاده بود با چهره گرفته دوباره سر کرد. همه از شهر صفقا میارن، شما باز همون خلطه های خاکروبه را آوردید؟ پگاه آتششان میزنم. حبل بوی کهنگی میدهد، نمیفهمید؟ دلاور خلطه های صابون خاکی لباسشویی و دانه های گل را نزد همسرش خالی نمود. زن لبانش را غنچه کرد که تعجب از چهرهش خوانده می شد. سحر باز هم با عرابه پر به صحرا رفت. قطعه زمین پخته خاکستری شده بود و بوی سرگین گاو می داد. بالای سرش سیله زاغ پرواز داشت. دید کسی از دور به نزدش می آید که باد تیر ماهی مویش را به بالا می کشید. مهندس کشاورزی بود. من هر روز کارتون رو می بینم. بله، خاکستر کلسی دارد و وقتی به ترکیب خاک می رود عضلات لازمی را ایجاد می کند، گفت و با چوبی که در دست داشت خاک را کافت و به دلاور نشان داد. بله، حل کننده ماده هاست و تقریبا تمام گیاهان از کربنات کلی موجود در آن استفاده میبرند. مواد معدنی خاک را تجزیه و به تبادل هوا در خاک یاری میرساند. بله، برای دفع حشرات و کرمها هم مفید. دیدید اینجا کلوخ زیاد دارد. همه تنبلی کرده پارها را در سرگه زمین ریخته اند. خوبی کار این است که پرتاب‌های آوردی شما پاروی حیوانات هم دارند. شاهد باشد امسال حاصل خوب میگیریم. من تا میانه زمین رسیده بودم، اینها را کی ریخته باشد؟ گفت دلاور که به پرتاب‌های ترکیبشان پر از قطی و ظرف‌های خالی نگاه میکرد. ما دیدیم شما تنها و محله بالا هم گفتیم همین کار را کنند، ولی جای شما معلوم قطی و سنگ و ندارند. این هفته جفتگردان سر می شود. همراه با مهندس کشاورزی زباله های پلاستیکی را جمع کرده روی عرابه انداختند. عرابه کوچه هر روز 2 بار پر می شد و دلاور آن را تا نصف روزی در کوچه خودشان و بعد از ظهر در کوچه بالایی می گذاشت. در این فاصله زمانی همسایه ها می توانستند خاکروبه بیشتر جمع کنند. مردم محل ظرفهای پلاستیکی ناکارآمد را به خانه دلاور می آوردند و بر عوضش دمپایی، گلدان و آفتابه دریافت می کردند. برفی لکلکی روی خاکسترهای گرم می ریخت و آب می شد. سحرخ خاکروبه ها را خالی کرد. دید سیله زاغ گرد پرتاف ها جمع شده اند. نزدیک که آمد قرقر کنان پریدند و فقط زاغ روی زمین می خوابید. از تراکتور پایین شد. زاغ مثل مرغ بسمل تکان می خورد و بالهایش را به زمین می کوفت. روی دست گرفتش. زاغ سرش را به کف دستان او کوبید و جان داد. عجب، بال و پرش سالم. دهانش را باز کرد و دید در گلویش سرپوش نوشابه در مانده است.
زاغ‌های دیگر مرگ همزادشان را دیده پراکنده شدند. آشفته گشت. برف سفید نتوانست سیاهی دلش را بزداید. رئیس خواجگی با همکارانش مصلحت کردند که تا جمع آوری حاصل خاکروبه ها را در زمین پایان قبرستان جمع کنند و تیر ماه آنها را به زمین های کشاورزی بریزند. همه اهالی 22 کوچه با شنیدن صدای تراکتور خاکروبه و خاکسترشان را به تشت و تغاره بار کرده درون عرابه ها می ریختند و دلاور باید هر روز 5 بار آنها را به زمین پایان قبرستان می کشاند. رئیس محله، مدیر مکتب، زنان و مردان سال خورده در جمع آمد و معرکه ها به همدهگان فهمانیدند که دیگر در نزد خانه ها خاکروبه جمع نکنند. پیران دهه پیشنهاد کردند کسی درون جوی مغزابه نه اندازد و لوله آب چرکین حمام را هم به جوی همراه نکند. یک سبب خشک شدن درختها همین است که در ترکیبشان مواد شیمیایی دارند. این کار را در برابر دروغ و غیبت و دزدی گناه تلقی کردند. چرکینی و کثیفی هم مثل عمل ناشایسته فیض را از میان میبرد. مدت است که ماهی ها در جوی ها پیدا نیستند و صدای قورباغه ها هم شنیده نمی شود. تصمیم گرفتند در هر کوچه نفری را برای نظارت این امر مسئول گمارند. بعضی هم محله ها همکاری نمی کردند که اداره جماعت گفت از این به بعد جریمه اشان می کند. گاه دلاور خودش پرتاب همدهگان را با کجبیل روی عرابه می ریخت. وقتی آخرین برف ها آب شدند دید کوچه ها تازه و در جای خاک روبه ها علف های هرز و زهر پیچک رستند. از نقطه سوختگیری بیرون آمد و به یادش زد که باغ گیلاس را خبر گیرد. به نهال های تازه جان گرفته نگاه می کرد و به وجد می آمد. مخچه ها آبستنند و گل های داخل بد سرشان را به پوست می کوبیدند که بیرون آیند. دقیقاً مثل سرنوشت انسان. مست از تماشای نهالانی که برای تثبیت وجودشان با خاک تلاش می کردند به خانه برگشت. نکهت گلهای صدبرگ و میخک صحن حولی، بوی ناخوش زباله درون خلطه ها و روغن دستانش را فرو نشانده بود. این بوی از سر کوچه احساس می شد و برسته گلهای شکوفان و سرببالای نزد حولی همسایه ها نگاه می انداخت و حس خوشاینده داشت. اگر ایام بچگی با خودش این عهد را نمی بست شاید از این گلهای معطر خبری نبود. دلاور و همسرش قطی، سلافن و پاره های شکسته ظرف های پلاستیکی را داخل مخزن دستگاه می انداختند. زن که گاه با نوک انگشت ابروان باریکش را می خارید کلید را پخش می کرد و دستگاه آنها را می فشرد و به صورت کارتون می بست. امروز خاله شرافت مدیر معارف ناحیه همراه 2 زن آمده بود. از کوچه خودمان تا 3 کوچه بالا حساب کردیم 2000 گل میخک جمع می شود. در روز زنگ آخر به دانش آموزان علاخان گل می دادند. کاش دانه بیشتر می آورده. و خیالم نمی زد این گل ها خریدار پیدا می کنند. می گفت زن که با انگشتان پوست رفته اش بند خلطه ها را می کشد. چند بار گفتم آخر بین نشب آخر بین باش. باز همان روز قریب از سری جل دورشان می انداختی. از صبر کن، سال آینده وعده دادن با دانه تامین میکنن. یک شرکت از برگ گلها عطر می ساخته است. تا حالا گل را از شهر می آوریم. اکنون ما به شهریان گل تقدیم میکنیم. گلگشت و کوچه های شهر و بین مثل روضه نورند. چرا آنها می توانند و ما نه؟ مگر زیبایی فقط برای شهر است؟ از قدیم شهر را دیه می خورند. کی گفته است که دیه نباید گل داشته باشد؟ تلاش نمی کنیم وگرنه همان دست و پای را ما هم داریم. کار خوب از قدم اول سر می شده است. یادتان هست وقتی کلنگ گرفتم و جایهای را که قبلا همسایه ها خاک رو به توپ می کردن جویک کشیدم، همه خندیدن.
کسی طرفداری هم نکرد. امروز همه طلبگار دانه گل. به زمین محبت کنی چقدر ناز و نعمت می دهد. اولها که همون خلطه ها رو می آورده اینقدر غصه می خوردم که خانه بوی خاکروبه می دهد. اکنون از این دستیار بی‌منت اینقدر می آسایم که زنهای همسایه هوس می کنند. باور نمی کردم یک چیزی به ارزش اینقدر فایده می آرد. خودم به رئیس کارخانه گفتم دستنهایم بچه هایم در روسیه. هفته بعد که رفتم از طرف کارخانه هدیه کرد. حاضر باز یک نوع دیگر به بازار آمده است که خودش خشک و اتو میکند. شرفه پا شد و پیرزنی همسایه از دروازه در آمد که در دست 2 مگس کش داشت. اوف گفت و روی کتی زیر انگور که دانه هایش زرد شده بودند نشست. گرد سرش چند زنبور عسل میگشت. پیرزن با دستش آنها را دور کرد و به خانه خودمان روید گفت و مگسکش ها را روی کت گذاشت. اینها دیگر به کار نمی آیند. از زمانی که همین کار رو سر کردید جن و عجینه ها گم شدند. شبها تنی تنها حاجت خانه می روم. همه چی در دست آدم است و تنبلی میکنیم. دلاور که در آبی مثل آینه صاف شفاف جویباچه حولی دستانش را می شست و بروی گلها آب می پاشید، زنبورها را می دید که از گل به گل پریده وزوز کنان شهد جمع می کردند. بگاه که آخرین عرابه را در زمین پایان قبرستان خالی کرد و به خانه برگشت، زنش مژده گرفت. مهراور و بختاور زنگ زدند، پول فرستادند، رفته از بانک گیرید. این بار نیت کردن ما رو به خانه خدا فرستن. جواب کارخانه را چی دهم؟ هر روز تلفن میکنن بهوده همون کاغذ را امضا کردم. من از کجا هر هفته 2 عرابه پلاستیک پیدا کنم؟ حاضر وقت این کار نیست. آبرویم در پیش آنها میریزد. تو اون کوه خاکروبه را ندیدی؟ 1 ماه در کار که آنها را جدا کنیم. دستی غلا در خشاوه، دستی تنها در کناره. صبح 7-8 مکتب بچه در را کوفتند که در پا موزه و در دست 5 شاخه و 50 خراش داشتند. دلاور این از سری خمیر فتیل گفت و به هر کدام 2 تایی گلدان و دمپایی داد و اشاره کرد سوار شوند. پشت فرمان نشست و به پایان قبرستان رفتند. توده های پرتاب کوهی تپه‌دار را می ماندند. من شهر می روم. شما اشیای پلاستیکی را جدا کنید. شد. نهار را برایتان می آرند. رئیس سپارش داده است گفت و به خانه آمد. با بچه های همسایه دست به دست بسته های پلاستیکی را بار کرد و عازم شهر شد. حس کرد بارش از پیشتره سنگین تر شده است. امیدمان به شما، یک شریکی با اعتماد خودتان. از ایتالیا 2 دستگاه نو خریدیم. التماس دستگیری کنید. هر روز سفارش نو میگیریم. بار از شما، آوردنش با ما، گفت رئیس کارخانه. وقتی به خانه رسید و دستانش را در آب زلال جوی حوله شست و در زیر لمع نور ماهیچه های لعل رنگ را تماشا داشت، همسرش دوباره سر کرد. همه ماشین گرفتند و حج رفتند، فقط من و شما مانده. حرکت کنید. انا پخت چینی سر شد. بچه ها هم این هفته می بیایند. نیت خیر کلید است که همین درها را باز میکنند، گفت مرد و دستانش را با دستمال خوش کرد و آن را در میخ ستون انگور آویخت. صبح زود دستگاه فشار را به پایین قبرستان برد که دانش آموزان منتظرش بودند. دستگاه پلاستیک ها را فرو می برد و در معده اش گویا هضم می کرد و از سوراخ دهانش بسته های پلاستیکی بیرون می آمدند. بسته های 4 گوشه را روی عرابه هایی که کارخانه آورده بود با حوصله چیدند. وقتی از نزد اداره خواجگی می گذشت، راننده رئیس پیش راهش را گرفت. رئیس کارتون دارند. به اداره رفت. دیدید کار شما چقدر استقبال یافت. 10 هکتار زمین را خاکستر و پارو ریختید. ما کشوری کم زمینیم، باید قدر هر وجب خاک را دانیم.
شنیدم راهی محله نو را ریگ می ریزید. دخترتان همونجا، خلق خدا رحمتتان می گوید. خواجگی های همسایه هم به ما پیروی کرده اند. به رئیس همسایه گفتم خاکروبه هایشان را اینجا بیارند و ما در چینکی پخته یاریشان می دهیم. دیروز در مجلس ناحیه محله ما را نمونه اعلان کردند. گفت و رحمتنامه را نشانش داد. مهرآور و بختاور از روسیه آمدند. دختر و نبیرش هم از محله بالا مهمان بودند. پیرزن همسایه در را زد و سلام و احوال پرسی کرد و کاسه عسل را روی دسترخوان گذاشت. این حق شماها، گفت و پاری نان را گرفت و رفت. دلاور چمچه را درون کاسه زد و برداشت که عسل مانند زنجیر زرحلین ریخته و یازیده جمع شد. اول به دهان نبیرش برد و بعد خودش چمچه را لیسید. این عسل نه، نوشدارو است و از شیر مادر حلال، گفت و نبیره را نوازش کرد و پایهایش را بوسید. همسال آذر بودم. به نبیره 5 سالش اشاره کرده گفت او توبم روی خاکستر توده های کوچه افتاد. رفتم که گیرمش. پایهایم به درون خاکستر توده ها فرو رفتند و انگشتنگ های نیمه سوخته به پشت کفی پایهایم چسبیدند. پیچ و داب می خوردم و داد می زدم. مادرم بغلم کرده پایهایم را می تکان. انگشت ها نمی افتادند و با شتاب آنها را از دل پایهایم کند. دستان وی هم سوختند. پایهایم عین جزه کباب شده آبله کردند، کفیدند و گوشتهایشان صبح سرخ نمایان بود. مادرم فکر میکرد من میمیرم. خواستم بچه ها را یاری دهم، ولی خودتان دیدید که از سرمای روسیه زخم ها دوباره خروج کردند. جرابهایش را کشید و کف و پهلوی پایهای سوخته و ویژیده سیاه شدهش را به آنها نشان داد. همان وقت به خودم گفتم بزرگ شوم نمیگذارم در پیش خانه خاکستر جمع شود. خدمت خلق هم عبادت است. تلویزیون ولایت فیلم مستند ابتکار دلاور را به مناسبت 60 سالگیش نشان میداد که در پای موزه سیاه خاکروبه و خاکستر را با 5 شاخه به زمین اوریان پهن میکرد. در ادامه خبرنگار با مکتب بچه های صحبت داشت که به جای پرداخت پول ماهانه مکتبی تیزهوشان زباله های پلاستیکی را در کوچه ها جمع میکردند. این جمله مجری پایان بخش فیلم بود. گاه تقدیر انسان ها شبیه قسمت خلقش می شود. در آتش می افتی و می سوزی که دیگران نسوزند. پسرها که تگ دروازه تراکتور و عرابه و انبوه خلطه ها را دیدند از کار پدر نارضا بودند. هر دو به پایهای سوخته پدر نگاه کردند و دانه های اشک در چشمانشان جمع شد. نگفتم حاصل همان زمین خاکستر خورده خوب می شود؟ 40 سنتنری پخته گرفتیم. این حرف ها را اگرونوم خواجگی می گفت که خاک سوده گرمخانه را می گفت و به دلاور به بچه هایش مصلحت می داد. مهرآور و بختاور ستونهای آهنین را نصب می کردند. این گرمخانه به نیت بچه ها، گفت دلاور و دهان خلطه پر از دانه گل و پامیدار را باز کرد. دیگر نمی روند. دلاور درون گرمخانه هوایش گرفته صدای قورباغه ها را می شنید و با دستان کفیده‌اش دانه ها را با خاک و خاکستری تکیده می آمیخت. خاکستر مثل آرد نرم و سرد بود و وقتی با کف دستانش آنها را می سایید هیچ ترس و بیم نداشت. مردکاری بس، گفت و نگاه اگرونوم و پسرانش به عرق روی خطهای پیشانی دلاور دوخته شد.